بالاخره یه دونه از اینا برداشتم. الان میخوایم اینو با هم دیگه آنباکسش کنیم. ببینید دوستان اینجا ناخونم شکسته. وایمه. ببینید دوستان اینجا چندین تا رنگ وجود داره. 7 تا رنگه. خب رنگ خاصی مد نظرم واقعا نیست که بگم وای من دلم میخواد این رنگش گیرم بیاد. بنفش. من چون واقعا بنفش خیلی دوست دارم. امیدوارم که بنفشش باشه. یعنی حالا بقیه رنگ هم بود اشکال نداره، ولی حالا بعد از اینکه باز شد قراره که شاهد زجه زدن من باشید به خاطر اینکه بنفشش نبوده. بعد میگم حالا هرچی باشه. بایست. این از این بیلبیلکا نداره مثل لبوبو. میدونم که الان احتیاجی که یه چیز تیز باشه که اینجوری بازش کنه، ولی ما از زور بازو استفاده میکنیم. آره شد. اوکی. دروغ نباشه همچنان امید دارم که بنفشه. حالا یا آبی. بنفش یا آبی. بنفش یا آبی. بنفش یا آبی. به لحظه موعود رسیدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بچه واقعا استرس دارم. طبیعیه. اول میخوام به شما نشونش بدم. تو رو خدا کاش میتونستید الان بگید بنفشه یا آبیه. بچه من از سبز متنفرم. and look at here. ببخشید این چیه آخه سبز؟ ولی گوشاشو خودت میتونی درستش کنی که چطوری وایسته. وای چقدر گوگولیه. like